سلام علیکم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز است. در استودیو شوکتی محمد با شما هستم. حالا توجه کنید به سرخط خبرها. شرکت های تجاری بنده الهام کماندیر و صاحبها انداز نمی سپاریدند. تظاهرات مردمی در ایران، مبارزه با استبداد یا توطئه دشمنان. 4 نفر زنان استروشنی که در منطقه درگیر سوریه قرار داشتند با شمول فرزندهایشان به تاجیکستان آورده شدند. نرخ آرد 240 سومانی شد. گندم قیمت شد یا منوپلیستان نرخ را میبردارند. در برنامه امروزه نیز درباره دو گروه متشکل جنایی بنده الهام کماندیر و بنده صاحب وفا که شب 17 نوامبر در لیوکند زد و خورد از پی بحثی مالی داشتند صحبت میکنیم. این دو گروه به اصطلاح بنده با سوء استفاده از اینکه با رئیس جمهور تاجیکستان پیوندی و خویش تباری دارند و در فرانت خلقی با هم خون مردم ریختند، دهها تجارت های سردرآمد را پیاده کرده اما شرکت های تجاریشان سر وقت انداز نمی سپاریدند. ناظرات انداز شهر باختر روی خط شرکت و کارخانه های دولتی را ترتیب داده است که قرض کلان دارند و آن را سر وقت پرداخت نمی کنند و این روی خط را اندازهای مشکل ستان نامگذاری کرده است. در این روی خط 17 شرکت و کارخانه های دولتی که اندازهای خود را سر وقت پرداخت نکرده اند ذکر شده اند. جمعیت دارای مسئولیتش محدودی بازار حاجی شریف که متعلق به صاحب وفا دارد و شرکت تعمیر ENB الهام کماندیر از انداز قرض کلان داشته آن را سر وقت پرداخت نمی کردند و از این خاطر بر روی خط اندازهای مشکل ستان وارد شده اند. طوری ناظرات انداز شهر باختر به آزیا پلوس خبر داده است جمعیت دارای مسئولیت محدود بازار حاجی شریف 1,892,019 سومانی و تعمیر ENB 1,256,017 سومانی از انداز قرضدار بودند. بنا به منبع این گزارش در مجموع 17 شرکت و کارخانه ها در شهر باختر به مقدار 17,400,000 سومانی از ناظرات انداز قرضدار بودند و نسبتشان مواد ترتیب داده شده به پروکراتوری شهر فرستاده شده است. این در حالی است که حکومت جمهوری از نارسایی بودجه همواره مینالد و به خاطر پر کردن بودجه با هر بهانه صاحبکاران خرد و میانه را جریمه می کند و حتی طلب می کند که انداز را پیشکی سپارند. اما از این نهنگان اطراف رئیس جمهور که کلانترین تجارت های کشور در دست آنهاست نمی تواند انداز ستاند. یادآور می شویم که شام 17 نوامبر در نزد خانه تاجر معروف و سابق کماندیر فرانت خلقی الهام کماندیر در لیوکند بین آدمان او و گروه از نفران مربوط به مالک بازار حاجی شریف شهر باختر تیرپرانی صورت گرفت. بازار حاجی شریف شهر باختر به عائله صاحب وفا تعلق دارد که 2 نفر از این عائله زائر و شمس‌الله صاحب وفا همسران دختران رئیس جمهور تاجیکستان امام علی الرحمن می باشند. مدت چند روز است که در نزدیک بسط شهرهای جمهوری اسلامی ایران انبوه آدمان به کوچه ها ریخته‌اند. اعتراض های مردمی در این کشور پس از آن سر زد که مقامات نرخ بنزین را گران کردند. اما امروزها شعارها و دعواهای اعتراضگران بیشتر تابش سیاسی پیدا کرده است. طبق بعض معلومات ها 10 نفر اعتراضگران از جانب نظامیان این کشور هنگام سرکوب تظاهرگران کشته شدند. سرکوب تظاهرگران را چندین کشورها و سازمانهای بین المللی
با شمول سازمان ملل متحد، جمهوری‌های اروپایی، آلمان و فرانسه محکوم کردند. علاوه بر این، از دستنارس شدن اینترنت در قلمرو ایران اظهار نگرانی شده است. بنا به معلومات رسانه‌ای کرده سازمان عفو بین الملل، تا حال 106 نفر تظاهر کنندگان در 21 شهر ایران کشته شدند. به باور داریوش رجبیان، کارشناس و روزنامه‌نگار تاجیک، آنچه این روزها در بیش از 100 شهر ایران می‌گذرد مبارزه با استبداد است. این روزنامه‌نگار تاجیک در صفحه فیسبوکی خود یک تحلیل درباره تظاهرات گسترده مردمی که امروز در ایران شده ایستاده است نوشته، در آخر تاکید میکند که استبداد همیشه ناآرامی و آشوب در پی دارد. آنچه استبداد اسلامی باشد و چه استبداد خلق دموکرات، تنها راه تضمین زندگی آرام و بی آشوب دوری از خودکامگی و روی آوردن به رأی مردم است. آرامش امروز تحت حکومت یک رهبر خودکامه و زورگو سرآغاز آشوب‌های فرداست. اما چندی از تحلیلگران دیگر که نظرهای خود را در شبکه‌های اجتماعی کاریده‌اند و به رسانه‌ها گفته‌اند، بر این نظرند که کشورهای غرب از مشکلات اجتماعی مردم ایران سوء استفاده می‌کنند. غرب به دنبال آن است که در ایران نظام تغییر کند و به منفعت امریکا و شریکانش در منطقه به مانند عربستان سعودی مخالفت نکند. همینطور گردی همایی‌ها و تظاهرات گسترده مردم ایران علیه حکومت این کشور را مقامداران خود ایران نیز کار دست خارجیان و خصوصا امریکا و شریکانش می‌دانند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن سخنرانی‌اش در جلسه حکومت گفت اعتراضهای مردم بخشی از توطئه دشمنان کشورش عربستان سعودی، اسرائیل و ایالات متحده آمریکایند. همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رسانه‌های خبری اعلام کرد پس از خروج ایران از معاهدات بین المللی، دخالت در امور داخلی سایر کشورها نیز اکنون به رکن دوم سیاست خارجی رژیم آمریکا بدل شده است. سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که مفهوم حقوق بشر سوء استفاده می شود و به سیاست خارجی گستاخانه آمریکا مشروعیت بخشیده می شود. موسوی گفت گستاخی های رژیم آمریکا تبدیل به یک تهدید جدی علیه ثبات بین المللی شده است. دیشب 19 نوامبر که در قزاقستان هوا خیلی سرد بود، دو اتوبوس حامل 53 مهاجران کاری تاجیک در راه پولادر قزاقستان شکسته مسافران در سرما ماندند. کارمندان پلیس این کشور در حال به آنها کمک رسانیده آنها را از سرما نجات داده‌اند. این و چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم صفیه واحدова گزارش می‌دهد. 4 نفر زنان استرالشنی که در منطقه درگیر سوریه قرار داشتند با شمول فرزندهایشان به تاجیکستان آورده شدند. در قلمرو دولت سوریه دست کم 11 نفر زنان استرالشنی قرار داشتند و با برگردانیدن 4 نفری آنها اکنون 7 زن دیگر در آن دولت جنگ زده باقی میمانند. بنا به گفت زنانی برگشته، آنها به سوریه با راه مهاجرت مهنتی از روسیه رفتند. مورد به ذکر است که اخیراً شکرجان ظهورов، رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان، در جریان یک جلسه اظهار نموده بود که تا امروز زیاده از 300 شهروند تاجیکستان منطقه جنگ زده خاورمیانه به وطن آورده شدند. گذشته از این به گفته ظهورov همچنین نزدیک به 100 کودک تاجیک از منطقه های جنگ و خشونت به تاجیکستان برگردانیده شد. در تاجیکستان چند روز اخیر نرخ یک خلطه آرد 50 کیلویی تا به 240 سامانی برآمد. خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان افزایش قیمت آرد را وابسته به عامل‌های بیرونی می‌دانند. دلشاد مظفرزاده، معاون یکم خدمات ضد انحصاری، به خبرگزاری تاجیکستان گفته است سبب بالاروی نرخ آرد در تاجیکستان افزایش قیمت گندم در قزاقستان است.
نسبت به سال گذشته نرخ گندم در قزاقستان بیش از 20% افزوده است. طبق معلومات آگنسی آمار تاجیکستان سال گذشته استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک عضو خانواده بیش از 120 کیلو را تشکیل داده است. با گفته دلشاد مظفرزاده، حالا جانب تاجیکستان مقدار واردات آرد را کم کرده، برعکس استحصال آن را افزایش داده است. اما حالا هم ما تحت تاثیر تغییریابی نرخ گندم در قزاقستان مانده ایم. زیرا استحصال گندم داخلی پورا طلبات داخلی را قانع نمی کند. این در حالی است که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای بلند شده است که تجارت فروش آرد از جانب شخصان نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان مونوپولیا شده است و با سوء استفاده از موسم بازگشت مهاجران کاری که با پول وارد کشور می شوند و برای زمستان آرد ذخیره می کنند، نرخ آرد برداشته شده است. دیشب 19 نوامبر که در قزاقستان هوا خیلی سرد بود، کارمندان پلیس قزاقستان 2 اتوبوس با 53 مسافر و 4 راننده را در یک راه ولایت پاولادار نجات دادند. در یک اتوبوس تمغه سیترا که 2 راننده از قرقیزستان و 43 مسافر تاجیک با شمول 3 زن از روسیه به وطن برمیگشتند در راه ویران شده است. کارمندان پلیس قزاق همه آنها را در یک نقطه گرم در مکتب دیشه بازشکل جای کردند. دپارتمنت حالتهای فوق‌العاده گفته است مهاجران تاجیک و کمک طبی ضرورت ندارند. همچنین یک اتوبوس تمغه والوانیاپلان با 10 مسافر و 2 راننده در راه قرغنده پاولادار ویران شده است. آنها را در یک قهوه‌خانه سری راهی جای کردند. در این روزهای عین اوج موسم بازگشت مهاجران از روسیه به دلیل خیلی بلند بودن نرخ هواپیما، هزاران مهاجر از جمله مهاجران تاجیک مجبور می شوند با راه ارزانتر ولی پرخطر زمینی به وطن برگردند. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت لطفاً پیگیری کنید. در پناه الله بمانید. خیر تا روز دیگر.